سلام به دوستان عزیز. برای تولید تارعنکبوت از پوست پرتقال شما به یک انگشت، یعنی 2 انگشت احتیاج دارید و یک تراش و پوست پرتقالی که گفتم هرچه پوست پرتقالش گازش بیشتر باشه بهتر. به این صورت گاز پوست پرتقال رو به تراشتون وصل میکنید. بعد این عملیات رو باید طی تکرار خیلی زیاد انجام بدید. این رو به مرور و مکرر و تدریجاً تولید چی میکنه؟ تارعنکبوت میکنه. همینطور این رو ادامه میدید تا شما کم کم یک تارهایی رو میبینید، مشاهده میکنید. برای ادامه بهتر که تارعنکبوت بهتر بشه، شما باز هم میتونید گاز پوست پرتقال رو به تراش بدید، یعنی این حرکت رو انجام بدید و دائم این رو انجام بدید. کم کم مشاهده میکنید شما یه تارهای خیلی سفید رو، دستت رو صافتر بگیر که بهتر بشه دیده بشه و این عملیات رو همینطور که میبینید باید تکرار کنید خیلی زیاد. الان مشخص شد ببینید این تارای عنکبوت رو